اگه دوست دارید گیاهاتون پشت سر هم برگ جدید بدن و دچار توقف رشد نشن، قلب سفید این پست رو قرمزش کنید و همراه من باشید. اولین نکته‌ای که باید رعایت کنید داشتن یه ترکیب خاک درست و مناسبه. گیاها برای اینکه رشد خوبی داشته باشن و مدام برگ جدید بدن نیاز دارن که توی ترکیب خاک قوی کاشته بشن. دومین نکته برای داشتن رشد و برگدهی داشتن نور مناسبه. گیاهی که نور دریافتیش کمه یا اصلا نور نداره کیفیت برگدهیش پایین تره و تعداد برگایی که میده خیلی کمه. سومین نکته مهم داشتن سایز مناسب گلدونه. گلدونی که گیاهتون رو داخلش میکارید اگر خیلی بزرگتر از گیاهتون باشه به ظاهر گیاهتون دچار توقف رشد میشه و برای مدتی رشد هوایی نخواهد داشت. چهارمین نکته مهم داشتن ثباته. بهتره گیاهاتون رو با جابجایی زیاد یا تعویض گلدون غیر اصولی دچار شوک نکنید، چون شوک باعث توقف رشد گیاها میشه. پنجمین مورد هم که به داشتن برگدهی پشت سر هم و رشد خوب کمک میکنه داشتن یه برنامه کوددهی درست و اصولیه. خیلی وقتا به خاطر داشتن کوددهی غیر اصولی و نادرست باعث مرگ گیاهامون میشیم. مثلا همزمان چند تا کود رو با هم استفاده میکنیم و باعث مسمومیت گیاهمون میشیم.